فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بله، بیننده بعدی ما سلام کردن و علیکم سلام. سوالشان این است که آیا خوردن گوشت خرگوش حلال است و یا خیر؟ بله، اشکال ندارد. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یکی از سفرهایشان که غالبا سفر حدیبیه هست، بله، هدیه شد، خودشان خوردند و صحابه کرام هم در دسترخوانشان از استفاده کردند. بله. و اشکال ندارد. تنها بعضی از علمای دیدگاه فقهی هست مبنی بر دلیل مستند نیست. راجح در این هست که خوردن ای درست است و اشکال ندارد.